نازگل من، بیا اینجا ببینم. الهی عمه فدات شه. میخوام چند تا سوال ازت بپرسم. خب اگه همشو قشنگ جواب بدی این قاقالیلی مال تو میشه. باشه مرسی عمه. قربونت برم. خب قشنگ گوش بده که جواب بدی. سوال اول، مامانت تو خونه چیکار میکنه؟ مامان هر روز با دوستاش میره بیرون. هر روز با دوستاش میره بیرون. میبینی مامان علافه دیگه، کار که نداره. داداش بدبخت من خسته کوفته از سر کار میاد میشینه کارهای خانمو میکنه. اله بابا شبا که میاد خونه کارهای مامانو میتونه. بله دیگه، فقط اینجا بود نمیتونست کار کنه. چند روز در هفته میرین خونه مامان جون؟ مامان تو میگم. هر شب شام میریم خونه مامان جون. آخه غذاش خیلی خوشمزه است. هر شب میرین؟ بفرما مامان خانم تحویل بگیر. بعد میگی پسرم وقت نمیکنه بهم سر بزنه زنگ بزنه. هر شب اونجان. از خالت چه خبر؟ خونهشون میرین؟ آره خیلی میریم خونه خاله. تازه خاله نینی هم داره. خاله نینی داره؟ میبینی مامان وزه خانم بعد به من میگه که اینا نمیخوام بچه داشتن دوست ندارن. احتمالا مشکلی چیزی داشته دکتر میرفتن. آره الکی به ما میگفته اینا بچه نمیخوان. خب دیگه مامانت چی کارم میکنه؟ راجب من و مامان جون چیزی نمیگه؟ راجب شما میگه ترشیده ای. چی؟ به من میگه ترشیده؟ آره البته من معنیشو نمیدونم. حالا معنیش چی میشه؟ لازم نکرده معنیشو بدونی. برو گم شو. پس قاقالیلیم چی میشه؟ قاقالیلی میخوای؟ اینم قاقالیلی. بیا بخور.